من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا. سبحان جناب مفتي حفظه الله تعالى hanya استفادة هذه سبحان الإسلام مفيد إشام غير الأسماء. الله تعالى قبول وقنا وتوفيق أعمالنا ويسرنا وسبحان رئيس شكستي خدمة الشماء غيرهم آيات الكتاب وتكرم خدمة الشماء عاصم القرآن وتوميزين كإحاطها الله تعالى واشرا وترجيحته وزمانه الله تعالى وهمين محرم الله تعالى توفيق بنيك عمل بكني عنهم ترجيحته وزمانه الله تعالى باي خدا عمل بكني الله تعالى بما توفيق عملنا يذكر الإسلام الله تعالى دارين آيات تذكرك بالآيات کے عہد بنی اسرائیل یعنی امت پیشین بنی اسرائیل کے تذکرشم در قرآن هستو و مولانا فرمودن که فرزندان حضرت ابراهیم علیه السلام از نسل حضرت اسحاق حضرت یعقوب و سلسله के حضرت ابراهیمی से अल्लाह ताला بیشترین نبوت در همین نسل قرار داد و انبیاء بنی اسرائیل از اینجا مبعوث شدند و لذا الله تعالی تذکر در خودش که بنی اسرائیل عهد گرفته و معاهده گرفته بر این مسائلی که پشتسر میآید در این آیت تذکر میشود. مهمترین عهد بنی اسرائیل بر توحید الله تعالی قرار گرفت که بنی اسرائیل با خدا کسی را شریک نگیرد و خدا را به تنهایی پرستش کنند، یکتا پرستی داشته باشد و پرستش و عبادت و بندگی فقط و فقط از نام الله تعالی صرفاً باید همه ملت ها زمان عبادتشون مقبوله که به توحید الله تعالی بر وحدانیت الله تعالی گرایش داشته باشد و متعهد باشد که غیر از خدا دیگه هیچ کسی را پرستش نکنند. در تمام حاجتها و مصیبتها و بلاها فقط یک خدای واحد را فریاد بزنند، چرا که غیر از خدا فریاد رس نیست و غیر از خدا دیگر حاجت روا و مشکل کشا وجود نداره. تنها خدایی که مشکلات را کشایش میکند، مشکلات و مصائب و آفت و بلا را رفع میکند. تنها خدای واحده که منافع و مال را تعمیر میکند و نفع و ضرر در دست یک خدای واحد است. و الله تعالی به حدیث همین فرموده است که فلا املک لنفسی ضرا ولا نفعا الا ما شاء الله. من مالک ضرر و نفع خودم هم نیستم. نفع و ضرر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دست پروردگاره. هرچه خدا بخواهد همان می شود مگر اون چیزی که الله خواسته باشه همون به میرسه. ولهذا این نفع و ضرر دست پروردگاره. و این امسسک الله بضر فلا کاشف له الا هو و این یردک بخیر فلا راد لفضله. و اگر ضرر و مصیبت الله تعالی وارد کند مگر الله این ضرر و مصیبت دور بکند. و اگر الله خیری را بخواهد که جامعه برسانه، به افراد و فرد برساند
محور در عقیده بالاترین محور خداپرستی است که تا پرستش خدا وحده شریک ولی از بنابراین عهد از بنی اسرائیل غنی و این عهد از بنی اسرائیل گرفته الله به ما اعلام میکنه، به ما هشدار میدهد و معنایش آنه که در قرآن ذکر کرده که همین عهد با شما هست، همین معاهده با شما هست. یادآوری و تذکر امروز کمکی که جمع‌آوری میشه و کارتخوان خدمت شما میآید، این هم جمع‌آوری برای مسجد که آخرین کارهای مسجد کار معماری داخلی در انجام میگیره و خیلی هزینه بر هست و پول باشه انشاءالله کار زود تمام میشه و کار زود جمع میشه و الله تعالی مسجد مقبولیت عنایت کند به درگاه است و عمل باقی رحمای شما هست و عمل ماندگار شما هست و انشاءالله این مسجد همیشه توجه کنید و رسیدگی کنید و همه مساجد مال الله و وظیفه ما هست که ما رسیدگی بکنید. و تأثیرات عجیبی از پدر و مادر داشت. پدرش هم
عالم بزرگوار و عالم بسیار برجسته بود در زمان خودش و همچنان والده حضرت مولانا رحمه الله عابده وی بود که بسیار عبادت میکرد و بسیار یک بیبی و زن صالحی بوده و پدرش هم بسیار هم عالم و هم عابد و درویشی بوده و مولانا رحمه الله درویش واقعی و مولانا همیشه دیار میکردن چشمش رو داری میشد و گریه میکردن و لحظه والدین خیلی خیلی حرمت دارن خیلی گران خاطرشون بر ما و همیشه در دعا هم یاد کنید که رفتن زندان هم در دعا یاد کنید و هم بر مادر و پدر ترحم بکنید و خدمت اونها را انجام بدید و ملاقات کنید و رفت و آمد کنید وابسته باشید به مادر و پدر دلداده باشید به مادر و پدر و لحظه اینکه از تعلیم دین اسلام و از تاکید قرآن عظیم الشان خصوصا وقتی مادر و پدر به سن گیری پا بگذارد و سعید بشوند لحظه مادر و پدر را خدمت کردن بسیار حیات بکن و این نکته داشته باشید که اگر میخواهید توی دنیا سرگردان نباشید فرزندان مادر و پدر اگر سرگردان بکنید توی زندگی سرگردان میشید و اگر مادر و پدر پریشان کردید پریشانی برای شما میآید و اگر نافرمانی بکنید من شما مادر و پدر را فرزندان ما را نافرمانی میکنند و لهذا مطیع و فرمانبردار و وابسته و دلداده والدین شما باشید و والدین داشته باشید این دستور خدا امر الهی که ما با والدین احسان بکنیم و بعد از والدین من شما جمیع اون رشته‌داران و خویشاوندانی که از طریق مادر یا از طریق پدر ما با اونها رشته داریم و قرابت داریم قرابت ما یا از مادر است یا از پدر با دیگر انسان ها و خویشاوندان لحظه همه خویشاوندان نیکی بکنیم و لحظه توصیه قرآن و تاکید قرآن به صله رحمی مهمه هر کس صله رحمی داشته باشه الله در رزقش برکت عنایت میکنه اگر میخوای روزیتون با برکت باشه عمرتون با برکت باشه روزی اضافه بشه عمر اضافی الله به شما عنایت کنه و لحظه به خویشاوندان و اقربا و رشته‌داران و والدین بالاخره محبت کنید صله رحمی داشته باشید مریض میشه یادت کنید و کسی وفات میکنه تسلیت بگید گرفتار میشن به اونها رسیدگی کنید و تا حدی که در توانایی ما اشوارنها همدردی میشه همراهی میشه همکاری میشود و لحظه صله رحمی خیلی مهمه صله رحمی را فراموش نکنید برادران و خواهران با هم دوست و محبت داشته باشد ترحم داشته باشد با عمو عمه و خال و خاله و سایر خویشاوندان دور و نزدیک و با همسایگان و توصیه مهم که الله میکند برای یتیم ها میکند برای یتیم ها رسیدگی کنی یتیم های شهر فقرا توصیه میکنه مساکین توصیه میکنه به خانواده بی سرپرست توصیه میکنه قرآن توصیه دارد که به زندانی ها و اسیران رسیدگی کنید اسیران کمک کنید و زندانی ها کمک کنید که اونها زندان زن بچهشون خرج دارن یا ندارن اینها کمک قرآن همین فرموده و یطعمون الطعام على حبه مسکینا و یتیما و اسیرا و دوستی الله تعالی و محبت خدا اونها را انگیزه شده که به یتیم و مساکین و اینها طعام بدن یا با این حال که به هر نیاز دارن خودشون و
دوست دارن مال را و مالا برای رضامندی الله به احترام مسکین و به اسیر و زندانی خرج میکنن تولیدها. این نکته خیلی مهمه. این همه حقوق انسان الله تعالی به مسافر توصیه کرده که شما مسافرین رسیدگی کنید. مسافر که از به سفر بیرون شده و نیاز داره که کسی کلمه خوبی بگه، او رو راهنمایی کنه، به آب نیاز داره، به نان نیاز داره، کرایه تمام کرده است، سرگردانه. ولهذا این مسافر رسوندن به مقصد است و هدایت کردن، راهنمایی کردن و همدردی کردن حیاتی مهم و اینها توصیه‌اند به عموم مردم. دستور داره الله تعالی که با اخلاق حسنه ما رفتار بکنیم و رفتارمون با فرزندانمون ما عادلانه باشه و فرزندان متعدد پسر دختر بین اینها این همچون حقوقه که ما عدالت را برپا کنیم، یک نگاه اینها را نگاه کنیم و اگر چیزی میدهیم به همه بدهیم. ولی فرزندان تفاوت قائل نباشید، ولی فرزندان فرق نکنید. همه فرزندان شما هستند، همه اولاد شما قابل رحمن، قابل محبتن. محبت با دختران و پسران به صورت مساوی باشه. در جای دختران اظهار علاقه بیشتر به پسران نکنید و پسر و دختر را یکسان با خود نزدیک کنید. به همه ترحم داشته باشید و اگر کسانی به زن و بچه ها نیک باشید و فرمودن من از همه شما به زن و بچه ها بهتر هستم، با زن و بچه ها خوبی دارم و فرمودن بهترین شما کسی که با زن و بچه خوب باشد. زنان شریک زندگی ما هستند، شریک زندگی ما. اولاد داریم، از زنان داریم، ولهذا این زن شریک زندگی، شریک و همدرد، همراه در مصیبت ها، همراه در خوشحالی ها. به زنان ترحم بشه، زنان پریشان نکنید، زنان نگران نکنید، زنان ناامید نکنید و به خواسته های زنان و رسیدگی بشه. لباسی میخواهند، مسائل میخواهند، در حد توان تو، در حد که شما توانایی دارید دلیل نکنید در رسیدگی به زن و بچه. و این کسی که زن و بچه آسایش داره در خانه‌اش، خوشحالی در خانه‌اش بهترین. و زنان بد اخلاقی نکنید و زنان تندخویی نکنید و جای بیرون ناراحتی دارید، این ناراحتی را بر زن و بچه بس خرج نکنیم و بر سر زن و بچه خرج نکنیم. ولهذا خودمون را همیشه در خانه عقل و تخت نگیرید و بالاخره باید با پیشانی باز و بر روی خوش و بر لبخند همیشه با همه مردم محبت کنید. یکی از صفاتش همینه و اخلاقش که همیشه متوسط کسی که میدید لبخند داشتن از رسول الله علیه وسلم و همه نیک بود و زن و بچه از همه نیکتر بود. همه ما ولهذا حقوق میراث حیاتی و مهمه. میراث هم نخورید. بعد از میت، بعد از عزیزانمون که کسی وفات میکنه، مهمترین وظیفه ما باز از کفن و دفن بود. مراسم کفن و دفن و جنازه و اینها مهمترین مسئله اینه که میراث بود کنترل بشه و میراث ما فکری برای تقسیم میراث برداریم. میراث نمیاری که بعض فرزندان تصرف کنند، بعض اموها و تصرف کنند، بعض دیگر تصرف کنند، بلکه میراث حفاظت بشه و در زودترین فرصت و اولین فرصت برای فرزندان تقسیم بشه و سهامی را که شریعت تعیین کرده برای پسران و دختران زنان مشخص بشه و این وظیفه همه ما هست. ما 15
روز بعد از اینکه از علامه مولانا رحمه الله وفات کرد میراث رو 15 روز بعد تقسیم کردیم و گفتن که بعضی که ما را تان میزنن و بعضی از خویشاوندان و شما میراث از تقسیم نکنید. ما گفتیم که رسول شریف همینه که باید بعد از کفن و دفن اولین کاری بشه از این فاتحه و این تسلیت که بالاخره نفع یک بالاخره مستحبی است و چیز خیلی خوبی است. او فرضت این تقسیم کردن لازمه که تقسیم بشه و لحاظا او مقدمه. حالا ما که 15 روز تاخیر کردیم ما خیال کردیم که تاخیر شده است و لحاظا میراث زودتر تقسیم بشه و حفاظت میراث مهمه. میراث زنان دختران توی منطقه خیلی ضعیفه، خیلی کمن اونایی که دختران سهم میدن مخصوصا از املاک و از زمین ها، از آب و قنات، از مغازه ها، و در حالی که زن و مرد دختر و پسر در میراث شریکن، هر کسی را الله سهم داده و سهم او باید داده بشه. دیگه هیچ ملاحظه ای را ما در نظر نگیریم، تنها ملاحظه این باشد که حکم خدا را ما اجرا کنیم. مهریه زنان هم حیاتیه، مهمه به فراموشی سپرده نشود، گردن من و شما بند نشه. ولهذا این اگر پرداخت نکردیم در حیات پرداخت کنید، ولی اگر نبود حداقلش اینه که وصیت کنید که بعد از ما مهر بدن. در مهر هم کوتاهی میشه، عموما کوتاهی میشه، در میراث هم کوتاهی هست، در میراث زنان کوتاهیه. این حقوق جز حقوق زنانه و این حق هم زنه که وقتی شما او را میخوای ازدواج بدید دخترانا شما مشورت بگیرید، با مشورت اونا و رضامندی اونها داماد انتخاب بکنید. اونها را در سرنوشت و زندگی آینده شون، در تشکیل زندگی آینده اونها را مشارکت بدید و همه این حقا و این حقوق باید. حق همسایه سنگینه، حق همسایه رعایت کنید. و فرمودن جبرائیل امین در رابطه با همسایه ها انقدر توصیه میکنه که من خیال میکنم که همسایه را میخواهند در الله تعالی در میراث ما شریک میگرداند و همین اندازه توصیه شده. همسایه را بشناسید و با همسایه محبت کنید، اولگیری کنید، خبرگیری کنید، گاهی هدایا بپرستید به خانه همسایه و با محبت زندگی کنید. این اخلاقان، اینها تعلیم اسلامن. گذشت داشته باشید، همیشه تحملتون بالا بشه. این ظرفیت است، ظرفیت خودتون را بالا ببرید و تحمل کنید دیگران را و به هر حال برداشت کنید دیگران را. اگر یکی با اخلاق بد با شما برخورد بکند شما پرخاش نکنید. شاید اون راحتی داره و پریشانی داره، شیطان او را وادار کرده است و در تنگنای قرار داده و صبر بکنید. آن حضرت را کسی یهودی جلوه آن حضرت را گرفت که از آن حضرت قرض میخواست و پرخاش کرد و صدا را بلند کرد و لباس آن حضرت را گرفت و کشید و گریبان آن حضرت اینجا این لباس بر آن حضرت تنگ شد اینجا و از بس که او فشار داد و کسانی گفتند که او را تنبیه کنند از صحابه که بیادبی کرده به ساحت مقدس آن حضرت و اینطور خواستن دین اینطور نیست. آن حضرت فرمودن نه، شما من توصیه کنید که من حق اینه بدهی از ما وام میخواهد و حالا در تنگنا ممکنه قرار گرفته که پرخاشگری میکند و من بگید که دین او را به خوبی ادا بکنم و او را توصیه کنید که دینش را به خوبی بگیره. من او هر دو نیاز به توصیه داریم، نه ای که شما بخواید او را ادا. فرمودن لصاحب الحق مقالا، صاحب حق سخن داره، حق گفتار داده و لحاظا اگر صاحب حق پرخاش میکنه باید تحمل کرد
باید صبر کرد که حق داره و لحظه ای تعلیم ان حضرت این اخلاق ان حضرت و دستور دادن او حقی که او داشت بهتر از او حق دستور دادن که به او پرداخت کنن به او پرداخت شد و او خوشحال شد و آمد دعای خیر کرد که تو حق من تکمیل دادی به بهترین صورت پرداخت کردی و خدا تو را اجر بده و ثواب بده. معنی حدیث همینه که تو را هم خدا به صورت بهتر پاداش تو را بده و کامل به تو بده. و دعای خیر کرد و راضی شد و لحظا عزیزان من صاحب حق و مجدد تاکید میکنم که جمعوری برای مسجد هست و انشاءالله دست را بالا بگیرید و امیدوارم که چیزی خوبی به مسجد پرداخت بشه که ما بتوانیم وسائل و مسائل مورد نیاز خرید کنیم و انشاءالله کار زودتر جمع کنه. عزیزان ما الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر الله اکبر. عدالت از اخلاق بسیار مهمه و از ارکان و مهم دین، پایه های مهم دین هست. همه شما را توصیه میکنم به عدالت. فرد شما، تک شما عدالت داشته باشید. عدالت بین فرزندان، عدالت در همسران متعدد، کسانی که همسر که متعدد گرفتن، 2 تا زن و بیشتر، باید عدالت کنم بین اینها و عدالت حیاتیه و مهمه و تاکید قرآنه. مخاطب عدالت هم حکومت ها مخاطب عدالت هستند و هم مردم مخاطب عدالت. ما تک من مخاطب عدالتیم. اگر عدالت خیلی حیاتی و مهمه. اگر رفتار ما عادلانه نباشه، اگر کردار ما عادلانه نباشه و اگر ما انصاف داشته نباشیم، عزیزان من، ما روز قیامت گرفتار میشیم. چرا که عدالت از مهمات دینه، تاکید قرآنه. در همه تمدن ها، در همه فرهنگ ها و در همه ادیان سماوی یک چیزی که متفق علیه و بر او اجماعه و او از سروران گرامی عدالت هست. انصاف خداپسندانه، عدالت خداپسندانه و اگر عدالت نباشه دین نیست. عزیزان من، دین وقتی که شما عدالت رو فکر میکنید اینطور خیال میکنید که محور عظیمه، محور بزرگ در دین و لحاظا باید عدالت اجرا بشود. همه حکومت ها بدانند، همه ملت ها و تک مردم، زن و مرد بدانند، پیر و جوان، که اگر انصاف نباشه، اگر ما منصف نباشیم، اگر انصاف نکنیم، لحاظا بدونیم که یک محور عظیم از دین از ما جدا هست. و لحاظا اگر من بارها گفتم که اگر عدالت را شما از دین جدا کنید، از دین چیزی باقی نمیماند. و لحاظا این عدالت حیاتی و مهمه. لازمه بر حکومت ها که بین ملتشون مساوات قائل باشند. کسانی مخصوصا که حکومت دینی دارند و حکومت بر اساس دین انجام میدن و اسلامی حکومتشون اگر عدالت نباشه، لحاظا این اسلامی چگونه اسلامی خواهد بود که همه چیز عدالت نباشه و انصاف نباشه. اصل عدالت، اصل انصاف برای همه دولت ها لازمه که بین تمام اقوام ملت خودشون، بین همه مذاهب، بین زن و مرد، بین تمام طبقات و طیف ها و جناح ها و احزاب مساوات قائل باشن و مساوات باشه و تبعیض نباشه، نابرابری نباشه. و این نابرابری و تبعیض بی‌عدالتی هست و
این لازمه که عدالت باشه و بسیار طول زندگی شعار عدالت دادن و الان که الله اونها را بر مصدر کار آورده و در راس کار قرار گرفتن، قدرت به دست گرفتن، چرا حالا فراموش کنه عدالت را؟ ما چرا فراموش کنیم عدالت را وقتی که طول زندگی ما عدالت را میگه نام بردیم و از دیگران انتقاد کردیم به خاطر عدالت، وقتی خودمون مصدر کار بشیم در راس کار قرار بگیریم عدالت را رعایت نکنیم. عدالت حیاتیه و مهمه و بی عدالت دین معنی نداره عزیزان من. و این مهمه که انصاف رعایت بشه و همه با یک نگاه بشوند. کسی که ریش سفیده، کسی که عالمه، کسی که برادر بزرگتره، کسی که نسبت به مردم پدری داره، کسی که حاکم مردمه، کسی که در راس قدرت قرار داره، نباید عدالت فراموش کنه. عدالت بین همه مذاهب و همه اقوام و عدالت بین مسلمان و غیر مسلمان. باید در کشور که اسلامی علی اسلامی نباشه انسانیت مهمه، هم انسانیت حکم میکنه، هم اسلام حکم میکنه، هم عقل حکم میکنه. که هیچ چی نباشه عقل هست که حکم میکند. هم قوانین بین المللی بر اتفاق نظر دارم که عدالت بین تمام پیروان ادیان، بین همه انسان ها و انسانیت باید عدالت و انصاف برقرار بشه و این حیاتی و مهمه. آزادی های فردی، آزادی های مذهبی و اعتقادی، آزادی های اجتماعی و سیاسی، آزادی بیان، آزادی کلام، همه اینها منصفانان و اینها همه در دستور اسلام قرار دارند و برای همه باید تعمیم بشن. این چگونه نماز میخوانه، او چگونه نماز میخوانه، این وظیفه ما نیست. وظیفه ما آنه که برای این آزادی فراهم بشه. به عبادتگاه ها، به علما، به کسانی که محترم مردمان، مردم به اونها احترام قائلن، به اونها تحقیق کردن، به اونها تهمت زدن، به اونها به احترامی کردن. این ضد اسلامی کارها، ضد اسلامی واضح که متاسفانه امروز بعضی از مسلمانان کارهای ضد اسلام میکنن و نام اسلام میگن. هر کسی از ما باشد، من کسی خاصی را نمیگویم، ولی توی جامعه امروز این فضای مجازی که آمده بسیاری هستند که رعایت نمیکنن این مسائل و این مسائل حیاتی و مهمان و رعایت اینا ضروریه. فضای مجازی نباید محل بد اخلاقی، محل انتقام گیری، محل طعنه زنی باشه. تهمت و افتراء و خیلی تو این فضای مجازی زیاده و لحاظا اینها را تعجب کسی که خدا را قبول داره، خدا را باور داره، اعتقاد به آخرت داره، چرا چنان خلاف های را انجام بدهد؟ مردم آزاری سنگینه. اگر سروران گرامی تنها به نماز و به روزه و به حج اسلام نمیگن، اینا اسلامن، ولی این مردم را، حقوق مردم را رعایت کردن، حقوق الناس، حتی حیوانات، حتی منابع طبیعی و محیط زیست، درختانن، جنگلات و آبها هستند، همه اینا مشترکن بین همه مردم و محیط زندگی را اینا تشکیل میدن و سامان میدن، گوارا میکنن برای مردم. اینا را تصرف کردن و اینا را از بین بردن برخلاف اخلاقه و بی‌معرفتی و نادانی است. ولذا همه اینها را باید همه ما حفاظت کنیم، همه شما حفاظت کنید. شکارها را بالاخره نیازی که نیست، چرا این شکارها زده بشن و اینا را دنبال کنیم سر کوه ها و بالاخره این یک نسلی هستند اینها
که زندگی میکنن مایه خیرن، لحظه این شکاره رو باید گذاشت که اینا تکثیر بشن، اینا نابود نشه، از بین نروان. باران و رحمت که می آید برای همین درختان می آید، برای همین حیوانات شکاره پرنده ها و چرنده ها می آید، برای همه اینها تاثیر دادن در محیط زیست و زندگی. و لحاظ حفاظت از این حیاتی و مهمه اینها باید مراعات بشود و الله تعالی توفیق عنایت بکنه. کسانی که در دست مامورین دستگیر می شوند، تو پرونده مواد مخدر دارن، پرونده سیاسی دارن، هر پرونده دارن، شکنجه دادن به اینها و اعتراف که بزور حرام از لحاظ شرعی و مجوز نداره از حضرت رسول صلی الله علیه وسلم، مجوز از قرآن نیست، مجوز از سنت وجود نداره برای اعتراف اجباری. و هر کسی دستور شکنجه اینها را بده، روز قیامت پیش خدا مؤاخذه، خدا ناراض میشه که یک زندانی اسیر دستور داده شده که شما با اسیران نیک رفتار کنید، به خوبی رفتار کنید و مواظب اسیرانتون باشید. و لحاظ حرمت اینها احترام زنان، مردن به زن دسترازی حرام قطعی شرعی است، به مرد دسترازی حرام قطعی است. هیچ کس نمیتوانه، هیچ مقام نمیتواند که حرام خدا را حلال بکنه و هیچ مقام نمیتواند که جائز قرار بده شکنجه کسی را. هیچ قاضی نمیتونه حکم صادر بکنه که این تنبیه کنید، این تعزیر کنید برای گرفتن اعترافات که این واقعیتا نگفته. این از لحاظ شرعی سابقه نه در دور حضرت علی داره، نه در دور رسول الله صلی الله علیه وسلم داره، نه در دور خلفای راشدین داره و نه در چند چیزی در شریعت اسلامه. و لحاظا شکنجه دادن کسی از لحاظ شرعی جایز نیست. ما شنیدیم که یکی تازه اتفاق پیش آمده و کسی را گرفتن و بعد به هر حال زیر شکنجه ها وفات کرده. حالا این توی رسانه ها شایع شده و من بررسی بیشتر نکردم، ولی معتقدم که باید با اینها قانون با اینها برخورد بکنه، برای اینا شکایت بشه که مردم حتی یک سیلیه بزنن توی زندان، هم باید اینها جوابگو باشن نزد الله تعالی. بعضی خیال میکنن که خدمت میکنن برای ملت، خدمت میکنن برای دولت، خدمت میکنن برای نظام. نه، این خدمت نیست، این خیانت هست که خلاف قانون بشود و این حق و حقوق مردم که میتونه جواب بده روز قیامت. ولهذا این خیرخواهان و این نصیحت ها عمومی هست و برای همه است اینا که مردم گروگان میگیرن و باجخواهی میکنن. اینها کجای دین، به چه دین ایمان دارن و آیا اینها انسانیت کجایه که کسی را ببرن برای باجخواهی اسیر کنن، دست و پا ببندن و بگن فلان میلیارد میخواهن. دین به جای خود، انسانیت کجایه؟ اینا بشرن، اینا انسانن. چگونه شما پول ناحق از مردم مطالبه میکنید؟ چگونه شما کسی که زحمت کشیده و دسترنجش از او را میبرید و پول مطالبه میکنید؟ این پول سرطان میشه، این پول بچه های شما را از بین میبره، زن و بچه را نابود میکنه، زندگی شما را تباه میکنه و این پول سبب میشه که روز قیامت شما به جهنم برید. تمام اعمال شما را الله اونجا برباد میکند که شما کسی بره مردم آزاری بکنه، کسی رهزنی بکنه، کسی سرقت کنه و باجخواهی کنه، تازه برای حق و حقوق مردم اسیر کردن و دست و پا بستن و زنجیر و زولانه. این جایز نیست، ناجایزه و نباید هیچ کسی که نام خدا و رسول را میگیره و هیچی اگر مسلمان نیست، انسانیت هم رعایت نکنه، زیر پا بگذاره و مردم اسیر بکنه و مردم را ببره قید کنه و این نادرسته. و هر کسی چنان چیزی مبتلا شد، اخیراً موارد این گروگانگیری زیاد شده و وظیفه شما اینه که ندید به این باجخواهان
پول به اینا ندید که این بدآموزی بشه برن دیگری را یکی را پول بگیرن و برن نقشه بکشن برای یکی دیگری. ولی اگر پول نرسه اینها این کار هرگز انجام نمیدن بدون فایده. و وظیفه مسئولان دستگاه قضایی و مأمورین هم همه سنگینه که امنیت وظیفه دولت هست که باید امنیت مردم تامین بکنه و لحاظا اینها را باید دنبال کرد، تعقیب کرد و تا حالا کسی دستگیر نشده از اینها و لحاظا یک چیزی که مردم گلایه دارن و مردم دلخوری دارن و ناراضگی که چرا اینها تعقیب نشن، چرا اینها دستگیر نشن، چرا اینها به مجازات نرسن. و مامورین ما هم امیدواریم که وظیفه شده صحیح و درست انجام بدن. و به هر حال امنیت مربوط به همه هست، فایده امنیت برای همه جامعه هست و ما به امنیت جامعه تاکید میکنیم امروز که امنیت مراعات کنید، رعایت کنید امنیت استان را. و برای ما هم مهم این مسئله و امیدواریم که و همه را توصیه میکنم، هم به مسئولان هم به خودمون، به همه من که انتقاد پذیری باشه و انتقاد توی جامعه اگر نباشد به هر حال این نقصان هست. و بعضی جمعه میشنویم که یک عالمی را یکی از علمای خراسان جنوبی به هر حال عزل کردند از امامت جمعه به خاطر انتقادهایی که داشته. ولی لحاظ انتقادها به خاطر انتقادها برخورد نکنید، انتقادها سازنده بشه، بشینید مذاکره کنید، گفتمان داشته باشید، ولی بگذارید که انتقاد انجام بگیره. مخصوصا کسانی که حالات تا از اوایل انقلاب تا حالا اونجا اون به هر حال اونهایی که هستند در خراسان جنوبی یا خراسان مرکزی رضوی یک فرمانداری توی شهرهایشون تعیین نشده. شهرهای زیادی در خراسان هست که اکثریت قاطعشون اهل سنت، این خواستهشون این بوده که بخشداران از اونا بگذارن، فرمانداران اونا بگذارن، نگذاشتن. معتقده که گرفتار تبعیضن. اگر این انتقادی بکنن شما تحمل کنید، چرا که اینها بالاخره مشکل دارن و حق به جانبن و این از انتقاد سازنده همه باید استقبال بکنن. ما امیدواریم که مولوی عزیز مولوی فارسا مجدد برگرده به امامتش و یکی از روحانی مفیده و یک عالم جوان و صالحی است. جمعی کسانی که اینجا بالاخره صحنه دیگر را خط کشی کردن و راه ها را باز کردن که مردم بیان به آسایش نماز بخونن، آب پاشی کردن و اینجا چند روزی که کار شده از همه دستایی که اینجا در کار بود، از ادارات، همه اداراتی که اینجا همکاری داشتن و از شهرداری و هم شورا که همکاری کرده، از همه دستان در کارانی که همراهی کردن برای برگزاری نماز شکرگزارم و کسانی که در راستای نظم و آرامش و امنیت همکاری دارند دعای خیر میکنیم در حق اونها. جوانان عزیز و انتظامات که چند شب اینجا بیداری کشیدن، هم دعای خیر ما شامل حال اونها باشه و همه الله جزای خیر عنایت کنه. جمیع عزیزانی که زحمت کشیدن و به هر حال بار بار اینجا سرپرستی کردن و همه را الله تعالی جزای خیر عنایت کند. و توصیه آخر بنده آنه که بالاخره تلاش نکنن که نماز جمعه بیشتر باشه و بالاخره این هفته یک باره، این هفته یک بار باید تلاش همه مهم باشه که شکوه نماز جمعه و جمعیت نماز جمعه بیشتر باشه. این بر رضامندی الله تعالی مطابقت داره و چیزی که الله راضی میشه از جمعیت زیاد
و این سال 2 بار هست و این هم تبازی میکن توی مساجد و بالاخره نماز بخونن. میگه مرد پیر مردی نه آقا، پیر مردی اگر هست از ترحم بر او پیر مرد، شما ترحم به این داشته باشید که نماز بیرون از شهر تو این ثانیه ایدگار شما اختیار دارید که این هم نعمت الله تعالی هست و بالاخره زحمتی کشیده شده اینجا و شما به این شهر بیایید اینجا نماز عیده. این صفایش این بیشتری که هرچه جمعیت بیشتر باشد صفا متحدتر بشه و اتحاد و انسجام و وحدت صفوف برایتون حیاتیه و برایتون مهمه و رضامندی الله اینه و فرضیت جمعه و عیدین برای همینه که با جمعیت و تجمع نماز خوانده بشه. الحمدلله توی زایدان برکت به رحمت الله تعالی و زحمات حضرت مولانا عبدالعزیز این نماز پایه‌گذاری شده که با شکوه ادا بشه و هم نماز جمعه و لحاظا این بگذاری که توی تاریخ این شهرمون و دیگر شهرهای اسلامی هم به هر حال الگو بگیرن مردم در این که جمعیت با شکوه و جمعیت بزرگ بیاید و یک جمع هم کنار هم باشد. اگر قربانی دیرتر بشه مشکلی نداره، قربانی انجام میگیره و قربانی از بهترین عمل شما هست. و آخر من این چند تا جمله قبل از دعا در رابطه قربانی دارم و لحاظا درخواست منه که سفر عالم برابر کنید و کسانی که از صفا فاصله دارن به صفا بفیونده به مصلی سفر متصل کنید و بالاخره بعضی فاصله میگیره که بیرون رفتن آسان باشه، نشو بیرون میرید به اطمینان و آرامش و سکون بیرون برید. انشالله میرسید، وقت خیلی زیاده و انشالله به قربانی میرسید. سالم قربانی مثل که زیاد نشده برای آنکه گوسفند سنگینه و همونی که هستن انشالله انجام میگیرند به خیر و الله تعالی به برگه خودش مقبول بداره. ماشاءالله بعد از نماز همه تون از جای خودتون تکان نخورید و همونطور بجا بشینید که مختصر خطبه خوانده میشه و خطبه مهمه برای شما، جزء این نمازه، جزء این مراسمه و دعای می شود و بعد از او شما را به الله تعالی می سپارید. ماشاءالله. نماز عید سعید فطر بخش عید قربان مانند هم عید فطر 2 رکعت است مثل نماز صبح و در رکعت اول قبل از اینکه رکعت آغاز بکنیم یک بار که تکبیر اولاس گفته میشه و یک سکوتی هست و میخوانیم چیزی اونجا و بعد به هر حال 3 بار تکبیر میگیم و دست را بلند کنید، رفع یدین کنید و بگذارید و بعد رکعت اول که تمام میشود رکعت دوم قبل از رکوع یادتون باشه که 4 تا تکبیر، یک رکوع، یک تکبیر، 3 تا تکبیر زواید اول گفته میشن، دستا را بلند میکنند و پایین میگذارند و 4می تکبیر به رکوع میروند و این نماز و بعد از او خطبه هست. جزاکم الله. سفر منظم.